اما خدا، من بابا نازنین هستم. میخوام کلیه‌مو اهدا کنم برای نازنین. دخترم 10 سالشه، مدت 15 ماهه که دیالیز میشه. میخوام کلیه‌مو بهش اهدا کنم. دارم که یه روز رو پای خودم وای میستم راه میرم. در خدمت یه داداش خیلی خوب مهربون آقا محمد هستیم. آقا محمد هم خاطر اتفاقی هندوکار براشون افتاده بود و هندوکاری هستن. یه دختر خیلی خوشگل و مهربون داره، 10 سالشه، حدود 18 ماه داره دیالیز میشه که امروز تصمیم گرفته با اهدای یکی از کلیه‌های خودش به دخترشون بتونه زندگی بهتری برای دخترش فراهم کنه. من واقعا احساس خیلی خوبی دارم در کنار دوستان متقبل ما عزت دهقان و محمد جان و امروز شاهد این هستم که واقعا ایشون امروز رکورد مردی رو کاملا جابجا کرد و باعث افتخاره که همچین مردی بزرگی رو میتونیم ادارش باشیم و انجام وظیفه کنیم. من خدا امروز 12 بهمن 1403 امروز من پیوند زیاد کردیم از دهنده ولده غریبه مرگ مغزی، ولی امروز یه تفاوت خیلی معناداری داره. پدری که خودش مشکلات داره، نمیتونه راه بره، 10 سال روز ویلچر هست و روزی که اومد کمیسیون گفت من میخوام خودم کلیه به دخترم بدم. دخترم درس میخونه، نگرانه، خجالت میکشه پیش دوستاش. گفتیم خب خودت مشکل داری، تو باید خودت به خودت صلح بزنی. تمام خطرات رو پذیرفت و گفت من این رو انجام میدم و ما هم پذیرفتیم. انشالله خدا کمک کنه مثل پیوندهای قبلی هر دوشون با حال عمومی خوب با زحمات همه بچه‌ها انشالله موفق. پدر فداکاری که به کمک دوستان عزیزمون و عزت دهقان از بدن پدر جدا شده، شستشو شده و در لحظات بعد در اتاق مجاور به دختر خودشون انشالله پیوند میشه. با همین حینی که داشتم کلیه رو برمی‌داشتم به ذهنم رسیدم ای کاش مزرعه‌ای بود که این کلیه رو می‌خواست کشت بده. این کلیه واقعا یک کلیه خیلی خاصه، توش مردونگی و مرام و بخشندگی توش موج میزنه. با امید روزهای بهتر برای تمامی انسان‌های کره زمین. کلیه‌ای که پر از مهر و عشق فرزندگی جدا شد، حالا ما جستجو میدیم، آماده میشه، مریضمون هم آماده شد، انشالله شروع به آناستوموزش میکنیم. پیوندمون انجام شد خوشبختانه. این آناستوموز به شریان اکسترنالیات و ریدمون به ورید اکسترنالیات کلیه رنگ تری پیدا کرده. انشالله الان اداره برقرار میشه.